سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، من تصمیم گرفتم تو این ویدیو بیام راجع به قطعیت صحبت کنم و همینطور این ویدیو رو دارم میسازم واسه اون دسته از عزیزانی که امیدشون رو تو مارکت از دست دادن، امیدشون رو نسبت به تریدینگ از دست دادن. یعنی کسانی که چندین سال دارن راههای متفاوتی رو امتحان میکنن، میرن میان، بک تست میگیرن، ترید کردن ولی به نتیجه نرسیدن. این ویدیو رو من صرفاً برای این دسته از عزیزانی درست کردم که بیان یک بارم که شده بر اساس یک سیستم منطقی که ایچیموکو باشه، بیان بر اساس یک سیستم منطقی تست کنم من چرا همیشه سیستم ایچیموکو رو قبول دارم، چرا بهش باور دارم، چرا بهش ایمان دارم و چندین سال دارم بر اساس این سیستم کار میکنم. تنها دلیل، یکی از دلایل مهم ایچیموکو این هست: ایچیموکو یه ایندیکیتور جادویی نیست، یک سیستم جادویی نیست. تنها خوبی و مزیتی که میتونه ایچیموکو داشته باشه اینه که در لحظه هر دقیقه به ما نمیگه اینجا آقا بیا لانگ کن، اینجا شورت کن، لانگ کن، شورت کن، لانگ کن. به شما اجازه نمیده، میگه وقتی من تو ابرم منو ترید نکن مثلا، یا اگه این اتفاق افتاد منو ترید نکن. حالا ببین دوستان، بریم سر وقت قطعیت ایچیموکو. من میگم زمانی که کراس برابری شکل میگیره و بعد از کراس برابری ما یک فلت داریم، این فلت برای ما تاچ میشه. خب همین لحظه، همین الان نرین اینو لطفا بک تست بگیم، من همین الان بک تستشو خدمتتون نشون میدم. دارم میگم تو ویدیو قدیمی قبلا راجع بهش صحبت کردیم که فلت های کیجنسنی که مثبت 9 تا دوره باشه، یعنی بیشتر 9 تا کندل فلت شده باشه، اینا برای ما تاچ میشن. ولی من موقع خدمتتون عرض نکردم، نگفتم این که بعد از کراس برابری این اتفاق بیفته واسه ما ارزشمندن، ما میایم یه تیک میزنیم کنارش. خب و اینکه حالا قیمت از اینجا شما میخواین لانگ بگیریم برسیم به این، از اینجا میخواین لانگ بگیریم برسیم، یا اینکه نه ممکنه قیمت بیاد اینجا از اینجا برگرده بیاد این ناحیه رو بزنه، این دیگه بسته به مدیریت و نقطه ورود خودتون داره، بسته به مدیریت سرمایه شما داره. ببین دوستان، من میخوام اینو نشونتون بدم. رباتی هست که خودم طراحیش کردم، بر اساس همین سیستم داره جواب میده، داره کار میکنه. خب این سیستم داره جواب میده. من اهل شواف و تبلیغ و این چیزا هم نیستم. اگه میخواستم تبلیغی کنم یا شوافی کنم، یه 2 ریال میدادیم تو اینستا و این ور اون ور میمدن تبلیغمون رو میکردن و همه چی رو نشون میدادن. فقط میخوام بهتون یه امیدواری بدم که مسیری که دارین میرین درست هست. ببین دوستان، من بر اساس رباتی که خودم نوشتم، بر اساس این سیستم، با یک بالانس $10,000 $727 سود داده. ولی این $727 طی بازه 6 ماهه هست، نه طی یک بازه یک روزه. ما نمیتونیم بانک مرکزی امریکا رو ورشکست کنیم، نمیتونیم تمام دلارهای مملکت واسه خودمون جمع کنیم. طی یک بازه حدوداً 6 ماه هست با یک بالانس $10,000 و تمام پروفیتی که به ما داده 3464 تا بوده و ضرری هم که به ما داده $2736 بوده که در مجموع $727 سود خالصش بوده. $727 ما اینجا سود خالص ازش گرفتیم. و ببینید اینجا هم دیگه پروفیت فاکتور و همه چیش هم نوشته. توتال تریدم کلا 221 ترید ما داشتیم که حالا توتال دیلزش نوشته 442، چون ما هر معامله‌ای که باز می‌کنیم بعد می‌بندیمش یه معامله حساب میشه دیگه، یعنی معامله لانگ که باز می‌کنیم بعد می‌بندیمش یه معامله. واسه همین اینجا نوشته توتالش نوشته 442 تا، ولی در واقع 221 ترید ما داشتیم طی بازه 6 ماهه، $727 سود داده. و تمام اینا اصلا بکنن، اینا اصلا واسه من اهمیتی نداره. نکته مهمش چیه؟ اینه که ما دراودانمون بیشتر از 2.5% نبوده، یعنی ما کل دراودانی که کشیدیم حسابمون رفت کلا $280 حساب رفته تو ضرر، بیشتر از این تو ضرر نرفته. پس این حالا مباحثی هستش که من دارم آموزششون میدم دیگه، این مباحثی هست که دارم به صورت تخصصی اینو داریم روش کار میکنیم، داریم انجامش میدیم. پس دوستان امیدتون رو نبازین. حالا بریم من چند تا دونه مثالم از اینجا واسهتون خدمتتون عرض کنم. پس ما گفتیم فلتی که از نتیجه از یک کراس برابری به دست اومده باشه، برای من ارزش کراس برابری چیه؟ کراسی هستش که حالا اسم‌ها مختلفی داره، میگن این دو تا کراس رو هم بیفته، یا اینکه میگن نه کراس رود کراس باشه، یا هر اسم دیگه. ما میگیم زمانی که این دو تا برابر شدن، با هم یکی شدن و در نتیجه و بعد از این که این اتفاق افتاد یک فلت کی جنسنی برای ما جا بیفته، این ناحیه 100% برای ما تاچ خواهد شد. خب
بعدش دیگه حالا اینجا ما چیکار میکنیم، چه جوری دنبال ورود میگاریم، چقدر استاپ میذاریم، چقدر ورود میکنیم. نه که فکر کنیم من اینو مثلا از اینجا الان دیدم اینجا الان میرم تو معامله میام خودم رو ورشکست میکنم بیچاره میکنم که این به اینجا برسه، این ممکنه تا اینجا بره بعد برگره بیاد تارگت منو بزنه. وقتی هم تا اینجا برسه حساب من تموم شده، کار شده، رفته پی کارش. پس اگه دارین این ویدیو رو میبینید، اگه قرار حرفه‌ای ترید کنید، خواهشاً مدیر سرمایه زیر پا نذارین. من این ویدیویی که دارم ضبط میکنم اینو دیگه من فقط این امیدو به شما دادم، این چراغو به شما روشن کردم، نشونتون دادم. بقیه‌اش دیگه با خودتون، اگه خودتون میخواین برین دنبالش بگردین کارش کنین، من چراغ راهو بهتون نشون دادم. یعنی دقیقاً دارم بهتون میگم با چه کاری ان دنبال اصلا چی بگردین. ببین حالا من بر اساس این سیستمی که دارم ترید میکنم، بر اساس همین چیزی که خدمتتون عرض کردم نشونتون دادم، اینجا ما تو یک ارز، تو یک بازه زمانی خاص فقط ترید کردیم. یعنی این ربات واسه من ترید کرد، من واسش کد نوشتم، گفتم مثلا از این بازه تا این بازه رو شما اجازه نداری ربات ترید کنی. این بازه چه بازیه؟ مثلا 8:30 صبح نیویورک تا ساعت 9:30 صبح، یعنی از ساعتی که نیویورک باز میشه تا ساعتی که بورس امریکا باز میشه. این بازه مارکت خیلی ولوتایل میشه. من تست کردم قبلا، اس خیلی سنگینی بهم زده و حساب برده تو ضرر. ولی الان بر اساس مدلی که دارم یک بازه خاصی فقط گذاشتم واسم ترید کنم. همینطور که میبینید کلا طی یک بازه 6 ماه 221 واسم ترید کرده، نه بیشتر. نتیجهش هم $727 سود بوده. پس اینو خیلی دقت کنید. خب ببین دوستان، زمانی که گفتیم یک کراس برابری شکل میگیره و در نتیجه اون بعد از این کراس برابری ما یک فلت داریم، این فلت میاد واسه شما تاچ میشه، ارزش تاچ کردن داره. اینا ارزش تریدینگ دارن. اوکی، اینا ارزش تریدینگ دارن. یعنی شما اگه خواستین ترید کنید میارزه که بخواید اینا ترید کنید. اینجا رو نگاه کنید، اینجا ما کراس برابری نداشتیم. این کراس برابری نبوده، یک کراس از جنس کراس معمولی بوده دیگه، فری کراس بوده، یک کراس آزاد بوده. کراس اتفاق افتاد و بعدش کی جنسن فلش شده. پس ما اینا رو ترید نمی‌کنیم، حتی اگه سود داده باشه، حتی اگه رسیده باشه به اینجا. ولی به من ربطی نداره، من که مدل تریدم این نیست که مثلا کاری به این ندارم. پس ما میریم جاهایی رو پیدا میکنیم. ببینید اینجا رو این الان یک رود کراس نیست، یک کراس برابری نیست. نگاه کنید اینو قشنگ زوم کنیم باز کنیم ببینید فقط یک کراس معمولی بوده. در نتیجه این کراس معمولی ما یک فلت داشتیم، ولی کراسمون کراس معمولی بوده، کراس برابری نبوده، کراسی نبوده که به هم رو هم بیفته. این کراس برابریه. دیدین من اینو واسهتون زومشو باز کردم نگاه کردین، این کراس برابریه. کراس برابری اتفاق افتاده، قیمت رفته بالا و کی جنسن فلت رو ما داریم. خب نگاه کنید اون کسی که اومده از اینجا ترید کرده، اومده اینو مثلا گرفته استاپشو گذاشته اونجا بر اساس سیستم مثلا حالا پرایس اکشن، اینجا برگشت خورده ضرر کرده، استاپ خورده، دوباره خواسته بگیره، دوباره استاپ خورده، دوباره میگرفته استاپ میخورده، دوباره میگرفته استاپ میخورده، 20 بار استاپ میخوره تا قیمت برسه بین. پس این دیگه برمیگرده به مدیریت سرمایه و نقطه ورود خودتون که هرچند من هر چیزی که داشتم تو این ویدیوهای یوتیوب و خدمتتون ارائه دادم، همه رو کامل توضیح دادم. اگه دنبال بخواید نقطه ورود بگردین هست، بیشمار نقطه ورود و دلایل ورود منطقی میتونید پیدا کنید که چطور میتونید دیگه از اینجا رو حداقل تا اینجا بگیرین، چیز سختی نیستش. یا مثلا اینجا رو دقت بفرمایید، ما یک کراس برابری داشتیم که در نتیجه کراس برابری ما یک کی جنسن فلت داشتیم که این کی جنسن فلت برای ما اومده تاچ شده. دوباره اینجا رو نگاه کنید، اینجا ما یک کراس برابری داشتیم که نتیجهش یک بعد اینکه کراس برابری اتفاق افتاده دوباره کراس کرده، ما یک کی جنسن فلت داشتیم که قیمت برگشته کی جنسن. خب اینجا رو ببینید دوستان، یک کراس برابری ما داشتیم، در نتیجه این کراس برابری ما یک کی جنسن فلت داشتیم که کی جنسن فلت ما هم دوباره اومده تاچ شده. بریم با هم بازم ببینیم، یه چند تا مدل دیگه هم ببینیم. و اینکه دوستان اینجا رو دقت بفرمایید، اینجا رو ببینید، اینجا ما یک کراس برابری داشتیم، تنکانسن و کی جنسن روی همدیگه افتادن، قیمت رفته بالا، در نتیجهش در آینده اینجا برای ما فلت شده، فلت خوبی هم هست. پس ما انتظار داریم قیمت به این ناحیه برگرده. ولی اگر ما اینجا ترید میکردیم، استاپمون رو میذاشتیم، استاپ میخوردیم، اینجا ورود میکردیم، استاپ میخوردیم، اینجا ورود میکردیم، 20 تا استاپ میخورد اون کسی که میخواسته الکی ترید کنه فقط به هدفی که اینو بگیره. پس شما باید بلد باشین، یاد بگیریم، بشناسین که کجا برمیگرده قیمت، یا اینکه از اینجا ورود کنین تا اینجا رو بگیرین، یا اینکه نه اصلا نیازی نیست از اینجا تا اینجا رو بگیرین، از اینجا تا اینجا رو بگیرین، یک کندل بگیرین. مثلا من خودم یکی از مدل‌های تریدینگ که خدمتتون آموزش دادم گفتم مثلا قیمت که به اینجا میرسه از اینجا تا اینجا
میام 1 2 3 4 5 6 7 8 تا ترید در جهت این میکارم که قیمت وقتی دیگه واسم قطعی شد، دیگه 1000% خیالم راحت از اینجا تا اینجا رو میخوام بزنم، میزنم. استاپم هم میذارم ها، استاپم هم رعایت میکنم. پس دوستان امیدتون رو از دست ندین دیگه. اینو برین خودتون برین بک تست بگین، تریدش نکنید. و اینکه این ویدیوها رو خواهشاً دانلود نکنید، من هیچ رضایتی ندارم. هر چی هست قراره همینجا واسهشون بمونه. من احتمالاً مدت زیادی هم اصلا دیگه سمت این ویدیو و آموزش این چیزا نیام، چون اصلا وقتشو ندارم. خودتون این ویدیوها رو ببینید، تمارینتون رو انجام بدین. ولی دارم میگم اینا رو الکی ترید نکنید. اول بک تست 1000 تا بک تست بگیرین، ژورنال کنید، نتیجهشو ببینید. اگه نتیجهش منطقی شد بعد تازه برین تو حساب دمو ترید کنید. حساب دمو ترید کردین، اگه بهتون جواب داد، اگه بهتون نتیجه داد، بعدش اگه دوست داشتین حالا ربات میون تهیه میکنین، دوست نداشتین میرین تریدش میکنین. ولی حتما یک بازه حداقل 3 ماهه تا 6 ماه شما باید رو بک تست باشین، این قدرت رو داشته باشین. و در آخر که امیدوارم موفق و پرسود باشین و اینکه بریم ببینیم اون تارگتی که دادیم از بیت کوین هم واسمون تاچ میشه به نظر شما یا نه تاچ نمیشه. خدا نگهدارتون.